مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز یک حالت کشتار برادر از دست برادر خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، از ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 52 ساله ساکن شهر اسفره با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. گمان برشونده شب 4 به 5 یونیو سال 2024 در حالت مستی در خانه استقامتیش با برادر 56 سالش جنگ و جنجال نموده با زغنول بر سر و روی او یکشن مراتب زده است. در نتیجه جبر دیده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگری حادثه نشر نشده است. اهل این عائله که شاهد چنین جنجال خونین برادر با برادر شدند برای شرح حادثه دسترس نیستند. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده قسم 3 ماده 112 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد و او بر اساس این بند قانون همچون جزا از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار یا سوءقصد به کشتار خویشاوندان نزدیک در جریان مناقشه‌های عائلوی خبرهای زیاد به دست میرسند. در بیشتر موردها شوهران و اساساً در زمینه رشک قصد جان همسران خود میکنند. جامعه شناسان افزایش جنایت‌های سنگین خانوادگی را به افت ارزش‌های اخلاقی در جامعه ربط می‌دهند. روحانیان از ارزش‌های مذهبی دور شدن مردم را سبب چنین تمایل در جامعه نام میبرند.